هممون یه سری رویاهای بزرگ داریم. میخوای موفق باشی، پیشرفت کنی و اون زندگی رو بسازی که همیشه تصورش رو داشتی. اما یه مشکل هست. تو تنبل شدی. میدونی باید چی کار کنی ولی انجامش نمیدی و همین باعث میشه احساس گناه کنی، چون ته دلت میدونی توانایی‌های تو خیلی بیشتر از این حرف هست. این احساس گناه روزها و هفته‌ها جمع میشه تا جایی که بهش عادت میکنی. سالها میگذره با همون اهداف تکراری، انگیزه زیاد، شروع قوی ولی دوباره سقوط. چرا؟ چون تعویق میندازی، مثل همون فامیل ناخونده که همیشه بی دعوت میاد. کم کم این چرخه تکراری میشه و تو به خودت میگی من آدم تنبلیم. اما مشکل واقعی چیه؟ اکثر ویدیوها فقط علائم رو هدف میگیرن. حذف حواس پرتی‌ها، حذف شبکه‌های اجتماعی، ولی مشکل اصلی یک کلمه است: اینرسی. تو فیزیک اینرسی یعنی اشیای ساکن میمونن و اشیای در حال حرکت میمونن، مگر اینکه نیروی از بیرون بهشون وارد بشه. کارها هم همینطورن. شروع کردنشون نیاز به انرژی اولیه داره، اما ما این انرژی اولیه رو تو ذهنمون خیلی بزرگ میکنیم. برای همین سمت کار نمیریم و خودمون رو با سرگرمی‌های سریع و دوپامینی مشغول میکنیم، در حالی که اصل مشکل سخت بودن شروعه. راه حل اول، کوچکترین قدم ممکن. اگه بگی باید 500 کلمه مقاله بنویسم، اینرسی بالاست. ولی اگه بگی فقط 50 کلمه می‌نویسم، کار آسون میشه. راه حل دوم، قانون 2 دقیقه. اگه حال انجام کاری رو نداری، به خودت بگو فقط 2 دقیقه انجامش میدم. مثلا 2 دقیقه اتاق رو تمیز میکنی و معمولا بیشتر ادامه میدی، چون وقتی در حال حرکت باشی، حرکت ادامه پیدا میکنه. وقتی از اینرسی رد میشی، انگار از سربالایی رد شدی و بقیه مسیر سرازیریه. پس شروع باید ساده ترین حالت ممکن باشه. این دو روش رو میتونی تو هر بخشی از زندگیت استفاده کنی: باشگاه، درس، کار، روابط و هر چیزی که عقب انداختی. همونطور که مارتین لوتر کینگ گفت، لازم نیست کل پله ها رو ببینی، فقط قدم اول رو بردار. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک کن و کامنت کن امروز با چه قدم کوچیکی شروع خواهی کرد.